سلام علیکم. میخوام یه ریتم یادتون بدم. حتی اگر 1 ماه هم دف میزنی، خب اینو میتونی بزنی: توم توم بک چپ توم بک سکوت. تندش کن: توم توم بک چپ توم بک سکوت. تا بهاره کجای سرم ببین میگه تا بهاره متوجه شدی؟ اگه نه دوباره نگاه کنی. اگه هم خوشت اومد لایک کن و اگه دلت میخواد 0 تا 100 دف نوازی رو به روش آسان و نوت و کتاب فارسی نویسی یاد بگیری، اینجا فقط بنویس میخوام و میراحتی. خودم بهت یاد میدم. سنم بالاست، مشکلی نیست. تئوری سخته، لازم نیست. هزینه ها سنگینه. هزینه سنگینی در کار نیست و سریع وارد ریتمای شاد و خوشگل میشیم. حتی اگر دست زدن هم بلد نیستی، بلد نیست ازا چجوری دستت بگیری، من بهت یاد دادم. بریم کار هنرجای خوشگلمون رو ببینیم که این عزیزان هم مثل شما بودن، نگران بودن، اما الان بسیار رضایت دارن. لیلا هستم از استرالیا. من تمام دوره‌های خانم بابایی رو تهیه کردم. سبک شنیداری یعنی اینکه با خیال راحت نوازنده بشی، دیگه فکرتو نذاری روی نوت و تئوری پیچیده. شما خیلی راحت، بله شما که خیلی وقت دلت میخواد صدای شیرین سازتو در بیاری اما منتظر یه موقعیت عالی هستی، این موقعیت دقیقا مال شماست. بدون نگرانی، بدون اینکه فکر کنی سخته، بدون شهریه بالا، بدون هیچ استرسی وارد مسیر شو و خوبیش میدونید چیه؟ خیلی سریع نوازنده میشی. آهنگا رو نگاه کنید، 120 تا آهنگه. هر آهنگی که پیدا کنید خودتون بزنید، بخونید. تصنیف نوازی داره، 4-5 تا آهنگ یلدا، کلی تبعی نوشتم، کاملا تصویریه. نگاه کنید، شما قشنگ میزنید روی فیلم، باز میشه، توضیحات منو نگاه میکنید و شما الگو برداری میکنید و میزنید. خیلی واسه همه، چه اونایی که دف نوازن چه اونایی که دف نواز نیستن. یعنی چی؟ یعنی به عنوان دومین پکیجت میتونی تهیه کنی بعد که دف نوازی رو یاد گرفتی اینو استفاده. و اما اگر دف نوازی مشکل آهنگ نوازی داری، گیر میکنی و از ضرب میافتی،